خب یکی از کارهایی که شما وقتی خونه میگیرین، البته نه همه خونه ها، اینجا متفاوته. اگه برین آپارتمان متفاوته، اگه بیاین هاوس بگیرین که همون خونه ویلایی خودمون میشه، یه سری کارا رو باید هر هفته انجام بدین. تو زمستون هم یه سری کارهای دیگر رو باید هر هفته انجام بدین. حالا امروز قراره چمنزنی بکنیم. بیاین بهتون نشون بدم که این کارهایی که هر هفته یا 2 هفته یه بار باید انجام بدین که چمنا رو بزنید به چه شکله. زمستون هم برف بیاد باید برفا رو بزنید. حالا جلوتر بهتون میگم داستانش چیه. خب این ماشینای چمنزنی رو باید خودتون بخرین. یعنی خونه رو که میگیرین اینا رو بهتون نمیده. اکثرا باید برین خودتون دونه دونه بگیرین. کلی ماشینای مختلفه. این چمنزنیه، بعد بغل چمنزن میخواد، برف روب میخواد. همه اینا رو باید دونه دونه بخرین که این پولا رو باید بزنین کنار که داشته باشین بتونین چیز کنین. یعنی شهرداری میاد جریمتون میکنه. مثلا الان چمنای ما اینور و اونور زیاد در اومدن. برای این باید هر هفته 2 هفته یه بار بزنید وگرنه همسایه‌ها هم شاکی میشن از دستتون. این بنزینیه. یا بنزین یا گازوئیل. 2-3 بار فشار میدین اینو. بعد میاین اینجا میکشین. البته این دوتا رو باید نگه دارین. حالا صدای این زیاده، نمیدونم صدا میاد یا نه، ولی چمنای در خونه رو باید بدنید دیگه. میتونید بذارید خاموشش کنم. میتونید چیزام بکنید. یه سری افراد هستن میتونید پول بدین بیان براتون هر هفته بزنن، ولی خب اول مهاجرت معمولا کسی به اونا پول نمیده، خودشون میزنن. همین اینا رو تو کاسه کوزه برنامه‌هاتون بذارین که قراره این کارا رو هم انجام بدین. در کنار کار کردن بیرون و اینا باید به خونه خودتون هم برسین. یه چیزی هم راستی بهتون میگم، این روشنش میکنه، اینو نگه دارین. اینو که میگیرین میره، یعنی حواستون باشه دفعه اولی که چیز میکنید این پایینیه رو که فشار دادین خودش موتورش شروع میکنه چرخاشو چرخوندن میره جلو. برای همین صفر بگیرینش در نره. میگن از قدیم هر که بامش بیش برفش بیشتر، همینه. هر چی خونتون گنده تر باشه کاراتون هم بیشتره. حالا باید بریم چمنزن این بغلا رو بیاریم که گیاهای بغل رو بزنیم. یه دونه فوتکن هم داره، بذار بریم اونو بیاریم. وایس. خب اینم همون خطی است که گفتم. ببینید با اینا داره، اینا دیدین دیگه، همه دستشون هست. اینطوری میگیرین و شروع میکنین این بغلا رو که با اون ماشین نمیتونید بزنید میزنید. حالا یه چیزی جالب تر داره. اینا هم بگم بهتون، $200 داره میره بالا دیگه. هر چقدر کرمتونه دیگه، هر چی پول بدین آش میخورین. به جنس بهتر بگیرین سالیان سال میتونید ازش استفاده کنید و اینکه اجارهشون هم میتونید بکنید، ولی فکر نکنم به صرفه. یه بار پول بدین بخرین بهتره. هوا هم یه گرمای ملسی داره، یعنی آفتاب گرمه ولی باد خنک خیلی جذابه. اینم دیدین دیگه، اینم دیدین شوخی میکنن اینطوری میکنن تو فیلم ها، میگن جلوی صورت یارو اینطوری میشه. این همونه. آشغالا رو باش اینطوری میگیرین، همه رو پخش میکنن، میبرین یه گوشه جمعشون میکنین که بتونین جارو کنین. حالا بزنین بقیه کارا رو بکنیم. خب با اینم این بغل، حالا من پرفکت نمیزنم یه موقع اشتباه دارم میکنم، نه یعنی بگین دفعه دومم دارم چمن میزنم 100% اشتباه دارم. به اصل کاری این همون ماسمال خودمونه یعنی ماسمالی میکنه. این آشغالا رو میذارین یه گوشه، حالا یا تو چمن یا یه جایی، بعد جمعش میکنید دیگه. برای همین گفتم ماسمالا، چون نصفیشو میدین توی چمنا دیگه، لازم نیست تمیزش کنید. خب آقا اینجا هم اومدم این گیاها رو آب بدم. ببینید یه دونه شلنگ عادیه، ولی اینجا رو که آروم فشار میدین ازش آب میاد بیرون. خیلی چیز جالبیه، من تا حالا اینو ندیده بودم اینطوری. ببینید هر موقع ولش کنید قطع میشه، دوباره میتونید خیلی ریلکس آب بدید. با این هم حیات پشتی باید چمن‌های اینجا هم کوتاه کنیم، همشون بلند شدن. بریم ماشین رو بیاریم اینور تا بقیه چمن‌ها رو هم بزنیم. خلاصه اینو بهتون بگم که الان هوا خوبه و چمن زدن خیلی حال میده. یه ذره بریم به سمت سرما، بعد برف هم پارو کنید و فکر نمی‌کنم تو -20 درجه خیلی خوشایند باشه بیاین بیرون و برف پارو کنید.
برای همین من فکر می‌کنم کاندو خیلی منطقی تره. حداقل تو خونه میشینید و از اومدن برف لذت میبرید، لازم نیست بریم بیرون کار کنید. و اگه این کارو نکنید ازتون جریمه میکنن، مخصوصا وقتی برف میاد. اگر برفو پارو نکنید یکی بیاد بخوره زمین، مقصر شمایید جلوی خونتون و میتونه ازتون شکایت کنه. برای همین باید حتما این کارو انجام بدین، یا اینکه پولشو داشته باشین بدین یکی براتون هر هفته بیاد انجام بده دیگه. اینم از مشکلات هاوس داشتن. حالا بریم بقیه چمنا رو هم بزنیم ببینیم چی میشه. یه چیزی الان خیلی میچسبه، یادش افتادم. یادتونه یه دونه ویدیو درست کردیم خونه دوستامون، جکوزی گذاشتیم و عشق و حال. اینجا اون جکوزیه باشه ولی با آب یخ. چقدر میچسبه، بعد کار بپری توش. کنم باید یه دونه هم اینجا رو بندازیم، چون دقیقاً ببینید جاشو اینجا داره، قشنگ بذاریم و تا الان که هوا خوبه قشنگ استفادهشو بکنیم. خب اینم یه روز تو خونه ما بودن و اینطوریه دیگه. وقتی تو خونه باشین باید به کارهای خونه برسیم و همونطور که گفتم هاوس کاراش زیاده. حالا تو خونه خودتون باشین، توی کاندو باشین یا آپارتمان‌های رنتال و اینا دیگه میشینید استراحت میکنید دیگه، ولی توی هاوس باید به خونه برسین، دست به سر روی خونه بکشین، چوباشو درست کنین، این ورا برسین اون ورا برسین. یه ذره کاراش زیاده ولی جذاب. حالا باید زمستون ببینیم زمستونش هم جذابه یا نه. ولی تا اینجا جذابه. یه استخر هم داشته باشین، بعد اون بپرین تو آب دیگه جذاب، واقعا جذاب میشه. من برم یه دوش بگیرم و ترتمیز کنم که ویدیوهای بعدی براتون ضبط کنم، تون تون بذارم. خداحافظ. 2 دقیقه رفتم همون کنم، نگاه کنیم بیرون چه خبر شد. باورم نمیشه این بارونو. انگار نه انگار همین 2 دقیقه پیش بود. حالا 2 دقیقه که نه، ولی یه 10 دقیقه پیش بود. نگاه کلا آسمون بسته شد.